تلگرام کانال تو چچنیا روز 6 آگوست سال 2024 دو ویدیو تکان دهنده لطکوب یک جوان مهاجر برای گپ پرتافتنش به یک دختر چچن را نشر کرد. در ویدیو اول دیده می شود که 3 نفر یک جوان ریشش کوتاه را به کنار جنگلزار برده آن جوان را به زمین افکنده زیر مشت و لغت می گیرند. در ویدیو دوم این جوان سر و رویش خونسا را در ایوته ازدحام می بینیم و در حالتی که یک مرد جوان تنومند از گردنش داشته می فهموند که هر کسی که به یگان دختر چچن گپ پرتوید به چنین حال گرفتار خواهد شد. این مرد حتی رویش را هم پنهان نمی کند و می گوید اینجا ملچگی نیست، ما با همه با احترام و مثل برادر مناسبت می کنیم، ولی اگر کسی به دختر چچن نزدیک شود قسم به الله با او چنین خواهیم کرد. و این هنوز تنها اولش است. بعد این سخنان او از جوان لطکوب شده می پرسد که تو فهمیدی؟ جوان با سر و روی خونشار و چهره پر از ترس و هراسش با علامت ها سر می جنباند و او را سر می دهند. کی و در کجا صورت گرفتن این حادثه معلوم نیست. این هم روشن نیست که آیا اون جوان را با همین جواب دادند یا نه. آیا بعد با او چه شد؟ درباره یگان نو واکنش مقامات حفظ حقوق چچنستان به این مورد به چنین صورت آشکارا خود سرانه جزا دادن یک مهاجر یعنی سمسود خبری به دست نرسیده است. این در حالی است که قانون‌های روسیه و چچنستان خود سرانه جزا دادن را جنایت اعتراف می‌کنند. نشریه روسی общественная служба новостей خبر داده است که این حادثه در چچنستان رخ داده. آن جوان لطکوب شده از تاجیکستان است، اما نشریه در مورد از تاجیکستان بودن آن جوان یک دلیل مستند نآورده است.